بعد از اتمام دوران دبیرستان بود که به علت عدم توانایی خانواده‌ام در پرداخت هزینه‌های دانشگاه بیخیال رفتن به دانشگاه شدم و توی یه مغازه به عنوان فروشنده شروع به کار کردم تا پولی برای خودم به عنوان اینکه جهیزیه بخرم جمع کنم. این در حالی بود که خواستگارم کم نداشتم و هر روز یه نفر در خونمون رو میزد. اما وقتی جواد به خواستگاری من اومد ازش خوشم اومد و بهش جواب مثبت دادم. یه پسر خوش قیافه بود که شغلش آزاد بود و درآمد عالی داشت. خدا رو شکر زندگی خوبی میتونست برای من فراهم کنه. واسه همین جواب مثبت بهش دادم و زندگی مشترکم و کنار اون در حالی آغاز کردم که بعد از بچه دار شدن دلش میخواست به تهران بریم برای زندگی. میگفت اونجا جای پیشرفت داره. بچه میتونه توی محیط بزرگتر و مدارس بهتر مدرسه بره و بزرگ بشه. با هم از شهرستان راهی تهران شدیم برای ساختن یه زندگی بهتر. از زندگی توی تهران راضی بودم. همه چیز برام فراهم بود. اما خودم دوست نداشتم کار کنم یا ادامه تحصیل بدم که ای کاش کمی به فکر خودم بودم و به فکر این بودم که استقلال مالی داشته باشم. تنها مشکلی که تهران برام داشت تنهایی بود. بعد از چند سال بود که توی یکی از پارک‌های تهران در حالی که به همراه دخترم به پارک رفته بودم با یکی از دوستای دبیرستانم به نام مریم روبرو شدم. دوستی که اونم ازدواج کرده بود و به همراه با شوهرش به تهران اومده بود. از دیدن یه دوست و یه آشنا توی شهر غربت خیلی خوشحال شدم. بهش شماره دادم. هنوز مثل قبل پرشور و نشاط بود. اما اون دختری که قبلا بود دیگه نبود. دختر شهر و شور کلاس بود و ارتباط ما با دیدن همدیگه بعد از سالها شروع شد. کل دیگه با هم وقت میگذروندیم و مدام با هم بیرون میرفتیم. حالا من چون وضع مالیم و زندگیم بهتر بود و خونه بزرگتری داشتم اونو بیشتر دعوت میکردم خونم. من بچه کوچیک داشتم و از طرفیم همه امکانات برای تفریح فراهم بود. مرتب اونو دعوت میکردم که بهتر خونه من دور هم باشیم. خرجمون کمتر میشه. یه روز که تا شب خونه ما بود، شب که شوهرم برگشت، بالاخره اونو با شوهرم آشنا کردم و شوهرم هم اونو دید. حتی شب اصرار کردم که شوهرم با ماشین آخرین مدلش به خونه برسوندش. ماشینی که شاید توی تهران چندین نفر بیشتر از اون ماشینو نداشتن. بعد از اون رفت آمدهای ما بیشتر و بیشتر شد. اما هیچ وقت همسر اونو ندیده بودم. راستش همسر اون اصلا پایه نبود با ما و رفت آمد نمی کرد. هرچی هم به مریم می گفت شوهر من مرد بجوشی نیست. اصلا اهل دور همی نیست. منم افسرده کرده با این رفتاراش. شما اونو ول کنید. نمیخواد تو جمع باشه. نمیشه که مجبورش کنم. منم به حال زندگی اون افسوس میخوردم که همچین دختر شاد و پرنشاطی چرا باید سرنوشتش این مرد باشه و چرا باید با همچین مردی ازدواج کنه. حالا دیگه حسابی باهاش درد و دل میکردم و اونو محرم تمام رازهای ریز و درشت زندگیم و اسرار زندگیم کرده بودم. حتی ریز و درشت رابطه بین من و شوهرم رو هم میدونست و ساعتها با اون در ارتباط و تماس بودم. طوری که حالا دیگه جلوی شوهرم حجاب رو رعایت نمی کرد و با پوشش خیلی معمولی انگار داخل خونه خودشه جلوی شوهرم ظاهر می شد. من هیچ وقت به شوهرم توی زندگی مشکوک نبودم و همیشه می گفتم شوهر من مرد چشم و دل سیریه، چشم پاکه و خیلی بهش اعتماد داشتم. حالا رفت آمدهای مریم
با حاملگی من و تولد دختر دومم به خونه من بیشتر و بیشتر شده بود. به قول خودش کمک من باشه. حتی خیلی شبا رو خونه ما میخوابید. میگفت تو 2 بچه کوچیک داری، خانواده‌ات هم که شهرستانن، بذار من کمکت کنم. دیگه بیشتر روزای هفته شب تا صبح و صبح تا شب خونه ما میموند و تو تمام کارهای خونه کمک حال من بود. جای وسیله های خونه رو اون بهتر از من میدونست. انقدر راحت بود که یه بار که از راه رسید رفت توی اتاقی که شوهرم خواب بود و لباساشو همونجا عوض کرد. رفت لباساشو عوض کرد و اومد بیرون. تا اون موقع چیز مشکوکی بین اونا ندیده بودم، تا اینکه شوهرم رفتاراش کم کم تغییر کرد. بعد قلق شد. مدام میخواست منو به خونه پدر مادرم توی شهرستان بفرسته. مدام با من بی جهت دعوا میکرد. من فکر میکردم 2 بچه کوچیک و کم سن و سال اونو خسته کرده، یا چه میدونم مشکلات کاریشه و توجهی به این رفتاراش زیاد نمیکردم. سعی میکردم که ازش ناراحت نشم. شوهرم اما روز به روز سرتر و سرتر میشد و دوستم هم این وسط گاهی حتی یه هفته به بهونه‌ای که تنهام و شوهرم خونه نیست به خونه ما می آمد. تا اون شب قضایی که صدای گریه بچه منو بیدار کرد. بچه رو که خوابوندم توی اتاق رفتم دستشویی. همین که بیرون اومدم متوجه شدم شوهرم توی اتاق ما خواب نیست. گفتم شاید توی اتاق دختر بزرگم که حالا 5 ساله بود خوابیده، چون دوستم شب و تو سالن میخوابید. اما با دیدن شوهرم کنار دوستم توی اتاق دخترم شوکه شدم. در حالی که با هم توی اتاق بچه در حال ناز و نوازش همدیگه بودن و حالا فهمیده بودم پشت سر من در چه حالی هستن. اون شب من و شوهرم دعوامون شد. حمله کردم سمت رفیقم که نامرد، تو دوستم بودی، با هم بزرگ شدیم، حالا تو خونه خودم بالا سر بچم که خوابه داری با شوهر من میپری؟ مریم با پررویی گفت اگه شوهر توی شوهر منم هست، پس حرف مفت نزن و مزخرف نگو. اینجا خونه منم هست. اصلا خوب شد فهمیدی. خسته شدیم از موش و گربه بازی کردن. شوهرم اون شب با وقاحت منو کتک زد، طوری که مجبور شدم نصف شب از خونه بزنم بیرون و بچه ها رو بردارم برگردم شهرستان. اون شب فهمیدم دوستم ماهاست که از شوهر جدا شده، چون عاشق شوهر من شده بود. اما بعد از چند وقت میدونو خالی نکردم و برگشتم تا اونو از زندگیم بیرون کنم. خیلی هرس خوردم. شوهرم اما با وقاحت میگفت اون به خاطر من و به خاطر اینکه عاشق من بود از شوهر جدا شده. محاله که من اونو از دست بدم. نمیتونم از این کارش بگذرم و نمیتونم ازش جدا شم. اون شب بازم شوهرم دست روی من بلند کرد و منم با همین ضربات کتک و زخمای بدنم راهی کلانتری شدم و از شوهرم و دوستم شکایت کردم. شوهرم میگفت حق و حقوقتو میدم، بچه ها رو بذار و برو. دوستت بهتر از تو براشون مادری میکنه. شوهرم خیلی وقیح شده بود، اما من قبول نکردم و از اون خونه رفتم. بعد از یه مدت حتی به ما خرجی هم نمیداد. نمیتونستم تو خونه ای باشم که جلوی چشم خودم از لج من هر شب به اتاق میرن. بله دوستم اومده بود توی خونه من و با هم توی یه خونه زندگی میکردیم. واسه همین بود که رفتم خونه پدر مادرم و درخواست طلاق دادم. دیگه جایی تو تهران برای موندن نداشتم. چاره ای نبود. راهی شهرستان شدم و همونجا کارای طلاقم رو پیگیری کردم. گفتم مهریم و از شوهر نامردم هر جور شده میگیرم. وقتی ازدواج میکنید
حتی دوستتون که متعهلم هست رو وارد زندگیتون نکنید. پای هر کسی رو به اسم رفاقت توی زندگیتون باز نکنید، خصوصا اگه متعهلید. آدم این روزا حرمت رفاقت و نون و نمک سرشون نمیشه. گرچه که شوهر نامرد خودمم شناگر خوبی بود، فقط آب ندیده بود. دوستان خوبم، ممنونم که تا انتهای این سرنوشت واقعی همراه ما بودید. لطفا نظرات قشنگتون رو در کامنت با ما در میون بذارید و محبت کنین ویدیو رو یه لایک خوشگل بکوبونید. شاید لایک این ویدیو تنها چند ثانیه وقت شما رو بگیره، اما برای بیشتر دیده شدن این ویدیو به ما کمک خیلی بزرگی میکنید. ممنونم ازتون. تا داستانی دیگر، بدرود.